دیگه شروع میکنیم. استعیذ بالله. خلق الانسان من علق. خدا میگه آفرید انسان را از خونی بسته. انشاءالله الله سبحانه و تعالی ما و شما را از خونی بسته. وقتی که الله سبحانه و تعالی انسان را اراده فرزند میکنه، خدا خواهد انشاءالله همش فرزند را انشاءالله الله میتیه. خدا در سوره طارق آیتی زیرین میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یخرج من بین الصلب و الترائب. ما یعنی خارج کردیم یعنی حیوانی مردها را از پشت ستون رشو بین الصلب و زنها را از قفس سینه شو یعنی آب پیدا کردیم. میگه خدا سبحانه و تعالی شهوت شدن و در رحم مادر انشاءالله یک جایه میشوند و در حالت یک جای شدن 120 روز خدا خواهد انشاءالله بچه میشود، تیار میشود. 40 روز نه انشاءالله خدا خواهد یعنی خود میشود. 40 روز دیگر خدا خواهد انشاءالله یعنی بسته میشود. 40 روز دیگر خدا خواهد انشاءالله بعد خیلی گوشتی خویدگی آری انشاءالله چه میشه؟ تیار میشود. 120 روز خدا خواهد فرشته ارحام بچه دانه اومده انشاءالله خدا خواهد در همون جنین چکار میکند؟ انشاءالله جان میدراره. جان دراردن بعد انشاءالله صورت انسان در درنی آب الله سبحانه و تعالی میکشه. گفتی شیخ سعدی چنان میگد کشد مثل پری، یعنی صورت مثل یک پری واری خدا خواهد انشاءالله میکشد. کشیدن بعد انشاءالله خدا خواهد چی مرد چی زن چی خدا خواهد انشاءالله چی سیاه چی زرد کدام نموده که الله بخواه انشاءالله خدا خواهد موشما چکو میکنه صورت میبندونه. خدا قرآن را وعده میکنه ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا صورت میبندونه شما را در بچه‌دان های مادراتون چخیلی که بخواه. چخیلی که ما شما خونه میخواهیم ساختن همچنان الله انجینری ما و شما چخیلی که خواه برای همین انشاءالله کدام نمود خواهد پیدا میکنه ما و شما را. خدا خواهد در دنیا چکا میکند میارد. بعدی 9 ماه خدا خواهد انشاءالله در یک عالم بی واکوم بی هوا ما شما 9 ماه زندگی میکنیم انشاءالله. یک دنیا است، یک عالم است. حتی اینکه مثال قرآن نمیگه حتی کودک میشنیده همچی شنوایی داشته، حتی کودک تسبیح میگه می پیامبر سلام. لیکن همه چی با خدا خواهد انسان پدر مادرش نه فایدهش میرسه خدا خواهد انشاءالله. نه در اونجا باول میکنه نه داد میگه مثال. نه در جنت هم بگه باول و غایت نیست. همین در تشبیه میکنن عالمان که من در شکم مادر خیلی که خدا خواهد اگر باید باول کردن گیره این نمو میدونین بلکه خدا خواهد پسیده برفتنش ممکن رو پرده ها یا بو کرده او کودک نیست و نابوش خدا همه در دنیا هوای خدا خواهد به یگان باول و غایت خدا خواهد چی کارش میکنه تربیهش میکنه. نه روز قیامت در جنت هم جنتی ها چقدر برای خوردن و آشامیدن 100 پهلوان خواهد میتی انسان ده. لیکن میخوره خدا طول یک عرق پیداش میکنه اما عرق با مشک و انبر میشه عطرهای خوب شده برمده میره خدا خواهد انشاءالله. چونکه جنت نم جای پاک خدا خواهد انشاءالله. همچنان همون کودک هم در هم عالم واکوم چی خدا خواهد انشاءالله چکار میکنه حیات میبره انشاءالله خدا خواهد. حتی این خدا خواهد من کتاب امروز بیولوژی هم انشاءالله چکار میکند این چیزا خدا خواهد حجت میکنه. میگن حجت هایی که بچه‌شم دیده نمیشه لیکن چیزی زنده های انشاءالله خدا خواهد. از هوای الله از همه آب انشاءالله ما شما چکار میکنه قرآن انشاءالله میفهمه یعنی ما شما را پیدا میکنه. گفتی حضرت معلمه که اصلت است یک قطره منی با چی ها میکنی تو منی. اصلا یک قطره آبه. ای آب ما چیکار میکنیم؟ هزار میکنیم او بازی میکنیم. ای آب ما خدا خواهد انشاءالله چی کارو میکنیم از همه آب انشاءالله الله سبحانه و تعالی چیکار کرد انسان انشاءالله ساخت.
خب خدا در دون قرآن میگه اقرا و ربک الاکرم، بخوان برای پروردگاری که بسیار چی از کریم است. انشاءالله خدا خواهد بسیار، انشاءالله خدا خواهد سخاوتمند است، بسیار انشاءالله الله بزرگ است، همه چیز خدا قادره، چی بخواه انشاءالله میکنه، همه چیز نه علی کل شیء قدیر میگیم که انا سیم کلمه، البته خدا هم با همه چیز قادره، چی بخواه انشاءالله کرم میگیره، نه مسئله چی داره، نه خدا خواهد انشاءالله یاردم چی داره. خدا خواهد گفتی سوره یاسین آخرین آیتش کی استعیذ بالله فاذا اردتم شیئا، وقتی که خدا اگر مثال اراده خواهش بکنه کن فیکون، بس شما میگه میشه تمام، کافونون که انقدر دنیا آفردگی کافونون که نکتی کن فیکون بس میشه خدا خواهد انشاءالله، همه خیلی قدرت داره. الذی علم بالقلم، اون ذاتی که میگد آموخت میگد انسان را با واسطه قلم، با یاردم قلم ما شما چیکار کرد؟ علم دادن آموخت. الحمدلله به واسطه قلم ما چقدر خدا خواهد انشاءالله چی علم ها مونده برفت ما شما، قلم ها کتیبه نیستن که علمان نیستن ما شما چقدر کتاب ها مونده برفتن انشاءالله خدا خواهد. کودکی منک شعر خوندگی امطوری یکم سیمنگی قلم گفتا که من شاهی جهانم، قلم کش را به مقصدش میرسانم. کسی خدا خواهد قلم میگیری انشاءالله خدا خواهد و واسه قلم علم می آموزین انشاءالله خدا خواهد. وقتی که علم انسان که می آموزونن علم آموختن بعد البته قوله های بلندترین درجه های بلندترین منال حضرت گفتن که در صحبت شو که ما این اساسی وظیفه ما عبادت و خوندن باید باشد که خدا خواهد انشاءالله. چقدر انشاءالله خونیم ما هم پیشرفت کنیم انشاءالله خدا خواهد، چی در دین چی در دنیا بار کنیم. همه خدر بزرگای اسلام یک نظر اندازه تاریخ نه یک گرده. سینا کی بود؟ شیخ سعدی کی بود؟ بینی؟ فیردوسی کی بود؟ بینی؟ همه اینو بچه دنیا نمشهور شدن فقط با علم با خوندن انشاءالله خدا خواهد. و امام بخاری می نویست حدیث را خدا خواهد انشاءالله چکو میکرد، صحیح نو صحیحش خدا خواهد انشاءالله. و همه بزرگای اسلام اگر بینید خدا خواهد، اگر با تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در داری که رسول الله که گوی که نیست بدی رسول الله خدا خواهد صحابه آخی چکو کردن، تمام قوری ها که در جهات ها که بسیار شدن آخر ترسیده موندن که قرآن گم نشه، آخر سکسی قرآن چکو کردن کتابت کردن انشاءالله خدا خواهد. امروز با ما و شما کتاب ها دست خدا خواهد انشاءالله. ولی همین گفتی همون حضرت علم بسیار تا که خدا خواهد ترغیبات کنیم، علم 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 کتی خدا خواهد انشاءالله تا که ما محتاج دیگر جا میشیم. من امروز یک تاپراستی هندوستان بردسته نمی گرمانیا بردسته چه بچه ما نمیخونه خونه نمیشه الله خدا خواهد بچه همونه امروز همینم یک جهاته، همینم یک غیرت خدا خواهد انشاءالله. حتی در کتاب فقهی میگه که اگر همین شلاقی شیار نه یک تا اگر بسیار ورش نباشه تعلیم متعلیم کتاب شده، همه ما شما لازم ده که یک آدم انتخاب کرده همون ورچی و خونونه همه سوهان در قدر در کاره، همه سوهان خدا خواهد انشاءالله. من خصوصی که ما تعلیم داده مگه انسان با واسطه قلم، اما با واسطه قلم با واسطه خوندن با واسطه انشاءالله خدا خواهد علم گرفتن که تیم مچ کم کنیم باید سکر درجه میکنیم سکر خدا خواهد همه دنیا چین کنیم بعد ما شما را میشناسم با واسطه علم انشاءالله خدا خواهد. در ما میگه علم الانسان ما لم یعلم، تعلیم داد انسان را میگه آنچه که نمیدونست. ما اول مادر ما علم نرویدیم یا نمی مادر ما همه خدا خواهد آمی میرویم
بعد واسطه خداوند پدر، واسطه مادر، واسطه استادها کدی و چیکار میکنیم؟ یا مکتبا میریم، دانشگاه‌ها میریم، واسطه که چیکار میکنیم؟ از خدا طلب کرده علم می آموزیم خداوند ان شاء الله. علم خداوند الله ما شما رو تعلیم داد. نه پیامبر اسلام آدم عامی بدن. نیکی از عامی الله چی ساخت؟ عالم ساخت ان شاء الله خداوند. ببینید کلا ان الانسان لا یطغی. حقا که بگه البته انسان سرکشی میکند. انسان بسیاری سرکشه. وقتی که نماز خونگویی نمیخوند، طوری می عبادت که گویی نمیکند انشاءالله. همین سرکشی انسان ای چی بده؟ ارآه استغنا. وقتی که میگه خودش بای بینه. انسان سرکش وقتی که ما شما پولدار و مالدار کشیدیم چی میشدیم؟ بس سرکش میشیدیم. سکه نماز نمیخونن، سکه طاعت عبادت نمیکنن، سکه قرآن ترک میکنن، سکه روی مسجد گم میکنن، سکه با چی نمیزنن؟ گناهنده با زنا. یکی قیمار امروز منن اکثر آدم ها خدا خواهد جوان ها سال پول زوشید قیمار بازی داره. یا نمی سکه عرق خوری ها، سکه زناگری ها. چونکه پول دارم خیلی فکر میکنه که این پول من همه چیز من خلاص میکنه. گفتی اما ابو لحبی ملعون هم خیلی فکر میکرد. بایم چی میگفت؟ پول دارم، بچه دارم، فرزند دارم، خدا خواهد شد فرزند زور دارم، من عذاب خدا خلاص میکند. سوره مسد نخونم میگه و ما عغنا عنه ماله و ما کسب. به حاجتش نکرد، نجاتش نداد، نه مالش، نه کسبش، نه نسبش، نه فرزندش. سرکش میگه که میشه وقتی که پولش که زیاد شد چند در نوجوانا نماز خونا بدن امروز که نیستن. بعد بانکرو چه خدا خواهد روی مسجد می آمد بلازنش بعد خدا خواهد انشاءالله دیده میه حضرت دعا کنه بعد پیش خدا میستاد خدا جان با اومدن پیش نکن با الله میبخشش با الله میتش بیا بردم مالش بیا و تو که خیلی فیده با میکنی تو که خدا خواهدی راه کتی خودت فیده میتی خدا فیده بکنه میشه برادر خیال نکی کی پولدار شدی مالدار شدی و خدا فیده میکنی و خدا هم خیلی پربرداره خیلی بیچار خداوند خیلی پربرداره که با خیلی بیا بندم میگن خیلی لغجید با بیا با بیا با بیا یکم روی بین نماز مردمونی بچه هم میکنی بعد که نجاتت میته روز قیامت نه ای جورات نجات دادت میتونن نه ای پول مالت انشاءالله خدا بگه پول پاره نمیگیره که تا پاره $1 تا خدا بگیره و پاره ببخشد خدا خود سودی عادل میشه عادل توغری خدا خواهد سود میکنه یک به یک من بچه اولیاء زوده میفر ندارم من اگر خدا خواهد انشاءالله من بچه های پیغمبرها گناه کرگن تاریخ نه حضرت آدم او بالقابل کشت خدا بخشیدش پسر نو خودش پیغمبر بود کشتی ندومد گفت ای کشتی من چکا میکنم هر گفت کای بلند نبرم که اود من چکا نمیتونم چندین زنای پیغمبرها کافیش دگیان به امام رفته گیان خیال نکنین تا عبادت تا فرمانی خدا را بجان نیاریم حواره نشیم برادر خودت فیریم نکن به فیریم خود نمیکنی هر کی کند با خود کند با دیگران چی سود کند چی میکنی برای خودت میکنی ثواب میکنی گناه میکنی خدا سوره بقره آیت 86 چی میگه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت و علیها ما اکتسبت خدا من میگه کسی که میگه خوبی ها میکنه برای فایده خودش و ما علیها ما اون سی که خدا خواهد گناه و زیان میکند برای ضرری خود میگه خیال نکن
هر یک کس انشاءالله موافقی همون عملش موافقی ویش کار میکند انشاءالله خدا خواهد پیش خدا مسئوله جوابگر انشاءالله خدا خواهد. برامین این دنیا این مال و این ماشین پیش چشمای ما شما را نگیره، از راه الله خدا خواهد دور نشین. نکنین، ما نبگیم شما دنیا نکنید، دنیا بکنید. دنیا که دین هماهنگ بره، هماهنگ انشاءالله خدا خواهد بر، انشاءالله خدا خواهد انشاءالله هماهنگ. آخرت هم کن انشاءالله دنیا را کن. از سعادت خدا خود دو دنیا نمیرسه. آخرت افته دنیا ترک نکن، دنیا افته آخرت ترک نکن. خیر الامور اوسطها. پیامبر اسلام گفتن کارا خوبش میانه، یعنی میانه خدا خواهد انشاءالله اونا که درک زن که فرزن که برابر این طاعت که عبادت که آخرت هم آباد که خدا خواهد انشاءالله. همین قاعده اسلام هم خیره الحمدلله. همین قاعده نه هممون عمل کرده خدا خواهد انشاءالله چیکار کنیم؟ حیات بریم انشاءالله. این دنیا هم سربلند میشیم، پگر روز قیامت هم پیش الله نه انشاءالله سربلند میشیم. گفتی شاید گفته خدا کنی شاد شوی انشاءالله خدا خواهد. گفته خدا کنه، گفتی پیامبر صلی الله علیه وسلم خدا خواهد بجا بیاریم خرسان شاد گشتن نگیریم. نه این دنیا میترسی نه آخرت میترسی، چونکی ذخیره های طوری زپس های خدا خواهد عبادت کسی امید های که انشاءالله الله میبخشد، الله بخشنده انشاءالله خدا خواهد. ناامید نشده اومدن همین درگاه بیا، این درگاه نجات نمیجه درگاه های خدا خواهد انشاءالله. این بی قدر همین درگاه های بی پول همینجا های، یعنی یگان موزه بلا از پول تمگیرن که مسیح یگان کسی ما قبیده پولو تو گفته زمین بیاد میتی طرف پول میتی اینجا که دور مدی تمام الحمدلله. طوری می چقدر خدا خواهد تو علمه که عبادت میکنی از شما یک سونده میپرسم خدا خواهد یا شما یگان کس رسته ایت هم نمیکنی که اینجا که دور مدی پول میپرتای بی پول باشی نیا نی. همه خدا خواهد مسلمان ها روی دنیا خانه بهترش انمیجه خدا خواهد انشاءالله. نماز بخونه خدا التجا که خدا خواهد انشاءالله، دعا کن طلب که چی بخواه خدا طلب که خدا. همین خیل بایه که همین خیل غنیه که بدادن کم نمیشه، چونکه ملک خداه بدادن کم نمیشه. یا با شما پرسیدند و شما نگنگی تانش کدی بتیم کم نمیشه. این به پایان خدا خواهد انشاءالله. همین باید که ما شما عزیزان دائم و طاعت دائم و عبادت کاری کنیم که خدا خواهد سعادتی دو دنیا را برسیم، این دنیا نم آخرت نم انشاءالله خدا خواهد. البته بچه هم علم دار کنیم خونونیم چه خدا خواهد. همه کس بکار در کاره